اگه سمن داری اون موقع قفل و باز ماشینت راهنما نمیزنه، بیا بهت بگم علت تو مشکل چیه. چون سمن باید موقع قفل و باز راهنما بزنه. خب اولین کاری که میکنی از لوازم یدکی یه دونه رله اتومات 5 پایه میخری. میای اینجا یه صفحه مشکی رنگ داره، اینجا یه دونه پیچ داره، با تیبیس باز میکنی، یه دونه خار داره، خار آزاد میکنی. اینجا الان این سمن مشکل داشت، بالای کلاچ ها اینجا چند تا رله هستش، ببین دقت کن. اینجا یه دونه رله بود، اینجا دقیقاً سوکتش سبز رنگ، این رلهش الان ایراد داشت. من رله رو در آوردم، رله 5 پایه اتومات رو ببین حالت تیزیش به این بره، قشنگ جا میزنی. این رله جا زدم، شروع کرد به تیک تیک کردن. حالا ببین راهنماش رفته. الان دیگه موقع قفل و باز در قفل، اینم در باز، به همین راحتی راهنماش رفته. موقعی که قفل و باز میکنی، اگه قفل و باز میکنی یه سمت راهنمای ماشینت میزنه، شما میید زیر برفاکن سمت شاگرد، اینجا رو باز میکنی، این قاب فلاپ اینجا رو، حالت سیم کشیش 2 تا دیود بزرگ داره. این 2 تا دیود برای موقع قفل باز کردن راهنماست که جفتش با هم بزن. اگه یه سم بزنی یه دونه اون دیودها خراب شده، اینو عوض میکنی و راه میفته به همین راحت. اینجا نیکالا مرجع آموزش کاربردی، میتونی پیج ما رو فالو کنی، هر روز